با سلام. مبحث امروز ما در پیگیری بعضی از دوستان که خواسته بودن که در مورد پرس یه مقداری هم صحبت کنیم این هستش که ما چند حرکت تهاجمی گروهی رو که از تعداد کمی بازیکن تشکیل شده در حالت پرس و یارگیری در یک تهاجم مؤثر در منطقه سوم دفاعی حریف مورد بررسی قرار میدیم. اون چیزی که الان هستش رابطه این تمرین با یک مسابقه، با یک بازی خوب که من میخوام براتون بگم این هستش که ما باید در بیاریم قطعه اتفاقات توی یه بازی رو تا بتونیم با همون تیکه برداری یا بخش بندی نگاهمون بتونیم اونو تمرین کنیم و ترمیم کنیم کارهای تاکتیکی خودمونو. یعنی این نیستش که ما یه بخش مثلا تاکتیک گروهی 2-3 نفره رو برداریم بخوایم فکر کنیم که این میتونه جا بیفته. ما باید ربطش بدیم به بازی خودمون. ما ببینید الان تو فوتبال مدرن اگر نگاه میکنید بازی که سرعت داره، بازی که نتیجه داره، بازی که حساب شده هست و منطقه‌ای هست و فاصله های منطقه‌ای حساب شده است و به هر حال نقطه های ضعف و قوت همدیگر رو خوب میشناسن، این کار خب سخت‌تر هست و ارزشمندتر هستش. شما فکر کنیم که ما الان توی تمرین یکی که هست، تا تمرین البته براتون گذاشتم، تو این تمرینی که الان هستش ما برای اینکه به طور ساده بتونیم تفهیم کنیم این آموزشو، ما الان اینجا یک مخروط گذاشتیم، نفر اینجا هستش. ما فکر کنیم که تو شرایط ضد حمله هستش. فکر کنید که تعداد تیم حریف در شرایطی هستش که 2 تا بک اینجا باقی موندن، بقیه الان یه توپ ضد حمله اومده تو کناره زمین، این نفر ماست. ما 2 تا هم فوروارد داریم، توپ هم اینجا قرار گرفته. حالا چند تا توپ گذاشتیم برای اینکه شکل تمرینی ما بتونه وقفه درش ایجاد نشه، کیفیت تمرینیمون پایین نیاد. به همین خاطر ما نگاه میکنیم که الان 3 تا توپ داریم اینجا. این نفر با علامتی که میدیم شروع میکنه دویدن که این صاحب اون توپ بشه. دویدن این و رسیدن به توپ یه زمان میبره. ما 2 تا فوروارد داریم. نقش این فورواردها این هستش که اولین تأکیدی که ما داریم اینه که چجوری این 2 تا باید استقبال توپ بکنن. الان توپ توی این قسمت، این نفر باید استقبال کنه. این نفر زیر پرس و یارگیری شدید این هست. این باید اینو گول بزنه تا یه فضای خالی ایجاد بکنه که این بتونه بهش پاس بده. این میدونه صاحب توپ میشه. این یه خورده میاد به راست، قطعا هم دنبالش میاد یه خورده به راست، یه خورده یهویی میره در عمق، اینم قطعا یه خورده منحرف میشه، دوباره برمیگرده میاد اینجا. خب این توپی که گرفته، حالا اگه حریف مثلا این سمتش باشه میتونه از این ور بره، اگه این سمتش باشه ما فکر میکنیم که الان مناسب هستش که حریفشو تغییر جهت بده بیاد از اینجا. ببین این پاس میده، این اومده اینجا، الان اینجا هستش، توپو میگیره، حمل میکنه توپو تا این نقطه. تا این نقطه‌ای که حمل میکنه ما نفر دیگه حرکتی داره. این حرکتش میتونه بیاد توی این نقطه، میتونه بیاد حرکت کنه بره پشت این دفاعه توی این نقطه. این همه زمانبندی و تایمینگش بسیار اهمیت داره که باید بهش توجه کنیم. ببینید الان نفر آورده اینجا، این الان توپو گرفت، نفر این هستش، میاد اینجا حرکت میکنه، توپو اینجا میگیره، این بعد این پاس داده با سرعت خودشو میرسونه به اینجا. شما ببینید این فاصله رو نگاه کنید، یه فاصله ای هستش که شاید 30 متر 35 متر باید این بدوه و این تمرین چیزی نیستش که شما بتونید در هر مسابقه از این نفر بخواید که 30 متر بدوه بره اینجا. یه بار اتفاق میفته، یه بار انجام میدن، روی خلاقیت و هوش و ذهن خود این هست. نگاه میکنیم که الان اینا 3 نفر هستن، این یارگیری شده، این یارگیری شده، این کار خودش رو انجام داده، این حریفم دنبالش داره میاد، اینم اینو داره تعقیب میکنه، این هنوز نمیتونه آزاد بشه. بنابراین نفر آزادی که
اینجا الان دیده میشه نفری که توپو داده، این خودش تو این فاصله ای که این داره حمله توپ میکنه خودش رو میرسونه به اینجا. و خب اینجا باز این دوتا همه باید به همدیگه نگاه کنن، حرکتشون به همدیگه باشه، منطقه رو نگاه کنن اگه این حریفشون چجوری یار گرفت. مثلا وقتی این رسید خودش رو رسوند به این نقطه، این نفر میتونه پاس بده به این تو این نقطه. این نفر نگاه میکنه که الان میبینه این الان توی این فضای خالی این داره حرکت میکنه، لزومی نداره که این بره اینجا بغل این که با یه مدافع یارگیری بشن دوتایشون. این میاد از پشت این حرکت میکنه میره توی اون گوشه. حالا اینجا آلترناتیو و شانسی که برای نفری که توپ رو حمل کرده تا اینجا هستش که الان یه نفر اینجا رفته، این اومده اینجا توی فاصله‌ای که داره توپ حمل میکنه خودش میرسونه اینجا. و وقتی این میبینه که کمکی از یه جایی که تصورش نمی‌کرد اومده اینجا، خب این دور میزنه میره تو این نقطه. خب این الان شانس پیدا میکنه به خاطر حرکت سریع به اصطلاح این دوتا. ببینید این الان اومده آورده اینجا پاس رو داده، این نفر حرکت کرده اینجا، اینم میتونسته حرکت کنه اینجا، ولی دیگه لزومی نداره این منطقه رو پر کنه، حرکت میکنه میره پشت این. و این نفر یا اینو میبینه، اینجا رو میبینه که این رفته خالیه، یا اینجا رو میبینه که اینو دور زده. خب قطعا خودش هم بعد از اینکه این کارو میکنه یه حرکتی هم میکنه میاد توی این نقطه ها و اینا میتونن که یه نفر صاحب توپ برای دو نفر پشت دیوار دفاعی، یعنی راه نفوذ به این چیز هستش دیگه. مثلا تحرک بدون توپ اینا تشکیل دهنده یه تأکید اصلی ما هستش که اگر این دوتا این فضا رو ایجاد نکنن، اگر زیر پرس نتونن خودشون خلاص کنن، این نفری که صاحب توپ هست فعلا کسی روش نیست، نمیتونه ازش استفاده کنه. اگه این بخواد توپو حمل کنه، خب نفرات دیگه میان و دوباره همون میشه که مثل فوتبالی هستش که سردرگم و یه ساعت و نیم همه بازی میکنن ولی کاری که نمیکنن گل نمیتونن بزنن. و برای تماشاچی هم که جذابیت میخواد، گل میخواد، بازی زیبا میخواد، نتیجه نداره. و همین خاطر ما توی این قالب نگاه میکنیم که الان این مجبور نشده که توپو ببره تو کناره زمین، توپو آورده تو میونه زمین، یعنی مجبور کرده این حرکت کرده اومده اینجا توپو گرفته، توپو آورده میانه زمین، نبرده تو این کنار. حالا ما فکر میکنیم تو اینجا نمیتونسته بره چون این نفره اومده پوشش داده. اینجا دوتا آلترناتیو، دوتا شانس داره که اینجا پاس بده با حرکت درست این دوتا، این و این. حالا ما فکر کنیم که همش که اینجوری نمیشه، که میتونه اتفاق دیگه هم بیفته، به شکل دیگه ای مطرح باشه. خب ما برای چیکار کنیم الان؟ ما نگاه کنیم تصویر دیگر رو در نگاه کنید. شما تصویر دیگر ما الان میاد، ببینید همون حالت هستش، همون کار گروهی 3 نفر در مقابل 2 نفره. منتها فرصتی که این پیدا میکنه، این نفری که تو بازی چیز قبلی توپو آورده میونه زمین، حالا تو بازی چیز بعدی، حرکت بعدی، وقتی که حرکت میکنه به سمت توپ و این توپو از این میگیره، این بک رو دور میزنه میره تو کناره زمین. اغلب اتفاق میفته تو بازی ها، میبینید حرکت این به اینجا تموم نمیشه، بستگی به حرکت اینا داره. ببینید دوباره این حرکت دوندگی خودشو میکنه برای اینکه برتری عددی پیدا کنن. این وقتی میره این باهاش میاد، این اینو گرفته، اینی که برتری عددی ایجاد میکنه. این میدوه، این هم نگاه کنید یه خورده میاد اینجا، از پشت این برمیگرده میاد توی این فضای خالی. این دویده، این توپو نگاه میکنه میاره از تیر دوم میندازه تو این ور گوشه 6 قدم، یا این نفری که خودش هستش، این نفری که صاحب توپ بوده خودش میرسونه اینجا و از اینجا توپو میفرسته به هر حال هر جا که میخواد. ببینید توپو میفرسته اینجا برای این دیگه میشوته، پاس میده، هر کاری میخواد، میتونه که یه موقعیت مؤثر برای گل زدن رو فراهم کنه. پس ما الان تاکیدمون در حالت پرس این هستش که حرکاتمون فریبنده باشه. ببینید این از این جدا شده. ما توی قبلی اگه نگاه کنید، ببین شما
یه خورده اومده اینور رفته توی عمق، دوباره اومده اینجا. یعنی این 7 و 8 که انجام داده، یا برعکس این الان اومده اینجا، این یهویی برگشته از اینجا پشت اومده اینجا توپ رو گرفته. این حرکات باعث میشه که فضاهای خالی پیدا بشه و نفرات بتونن ازش استفاده کنن. حالا ببینید این توی کنار زمینه، پس این میتونه که شما رابطه های 3 نفری، 4 نفری، 2 نفری، 2 نفر مقابل 1 نفر، اینا رو به صورت گروهی تنظیم بکنید و رابطه های حرکتیشون هم به خودشون واگذار کنید. اگر فاصله های بازی رو بچه ها بتونن درک کنن، نرن بغل هم وایسن که یه بک بیاد وسطشون بگیره، فضای خالی رو خودشون یاد بگیرن که ایجاد کنن، خب نفری که صاحب توپ هستش میتونه که موقعیت بیشتری برای پاس دادن داشته باشه، موقعیت بهتری برای پاس دادن داشته باشه. البته یه تأکیدی هم شما داشته باشید، اگر اینا حرکت خوب انجام بدن و پاس کیفیت نداشته باشه، پاس در نقطه مشخص قرار نگیره، هیچ لطفی نداره این حرکت، این تمرین ما، برای اینکه کیفیت و کوالیته پاس دادن اصل این حرکات بدون توپ و تحرک بدون توپ تیمی هستش. بنابراین ما ضمن اینکه این تاکیدها رو برای بازی بهتر انجام میدیم، باید روی پاس دادن ها و کیفیت تکنیک پاس دادن ها، شرایط پاس دادن ها، گاهی پاسا موربه، بازی پاسا مستقیمه، کجای پای اون حریف پاس بدن، کجای پاس بدن که اون برگشتش باعث تأخیر بازی نشه. و همین مجموعه این حرکت 3 نفری شما نگاه میکنید یک تهاجم مؤثر و خوب و در مقابل دروازه حریف ایجاد میکنه. امیدوارم که این بخش آموزشی ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. پاینده باشید، پاینده ایران.